اگر فکر من باشد هنگامی که ماه مبارک رمضان میاد، همگی ما دنبال این سوال هستیم که آیا این آب دهن اگر قصداً داخل معده شود روزه باطل می شود یا خیر؟ آیا این بلعم اگر قصداً داخل معده شود آیا روزه باطل می شود یا خیر؟ پس یک کسی که در تلاش این سوال است که فقط آب دهن اگر داخل معده شود روزه باطل می شود، بیا در تمام ابعاد زندگیت در تلاش این سوال ها باش که آیا این سودی که روزانه میخوری داخل معده می شود آیا واقعا این حلال است یا حرام؟ آیا این کاروباری که برای انداختی آیا واقعا کسب و درآمد این کاروبارت از طریق حلال است یا خیر؟ آیا این وظیفه‌ای که انجام میدی آیا واقعا در قبال وظیفه مسئولیت ادا کردی و یا خیر؟ بدون که سر قبولیت عبادت و شرط قبولیت عبادت همان خوردن حلال می باشد. الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. اگر شما الله را خالص عبادت کنید اصل شما پاک و پاکیزه و حلال بخوریم. خالی پیامبر اگر چه حدیث ضعیف گفته شده آمد پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم برش گفت که یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی مستجاب الدعوه. ای پیامبر از الله بخواه که من مستجاب الدعوه بشم، هر دعایی بکنم به درگاه الله تعالی آن قبول شود. پیامبر صلی الله علیه و میتونست که دستای خدا بلند کنه برش بگه که خدای سعد مستجاب الدعوه بگردان، اما برش پیشنهاد کرد که این کار را انجام بده. اطیب مطعمک، پاک و پاکیزه بخور، تکن مستجاب الدعوه. در آن صورت دعای تو قبول خواهد شد.